ایدنیو انمی چین یک سویه های این همیجا هر یک انسان بپرس 70 رفته است 80 رفته است 90 رفته است چی دیده انمی حالت دیده است او گذشت بر رفت پسی سر چی گناه کرد چی طاعت کرد چی عبادت کرد همه او پسی سر شد ما و خودت فراموشش کردیم اما او در دفتر فهر هست که تو فلان روز عرق خوردی فلان روز زنا کردی فلان روز خدا را اطاعت نکردی در اونجا ثبت که روز قیامت در ثبت اون دیله و دفتری که کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون که همه اینها را کتابت میکنن در این روز قیامت در پیش میقیامت ورق میزنی همون ورق عرق خوردگیت میبرویه میگه خونم خدا بسوزه که من چه میکاره کردم او روز تاسف میکنیم پشیمان میشه نه که امروز ما و خودت فراموش کردگیم اونها فراموش نمیشوند اونها ثبتن در پیش مفتشای خداوند محفوظن که روز قیامت در روح تو اونها را میکشند میگه روز قیامت وقتی که یک انسان دیله و دفترش که تفتیش میکنن در دیله و دفترش یگان طاعت و عبادت بندگی نیست خودش رهسپار به سوی دوزخ میشود که الله بزرگ میگه او بنده من معن که کجا میروه میگه که ای پروردگار آخی این انسان یک گناه داشت این دو گناه داشت همه اینها را دوزخ بودن من یگان کاری ثواب ندارم همش گناه های الله بزرگ میگه در نزد ما او عمل داره که حتی کراما کاتبین بخبرند کراما کاتبین اون شاهدای هستند که عملهای نیک بعد انسان می نویسند سر به سجده میمونن سبحان الله میگن ای خدا تو پاک و منزه هستی این کدام عملیه که ما ننوشتیمش خداوند میگه این عمل انجام داده است که همسرش که در پهلوش خواب بوده ای بخبره بعد میگن چیه ای پروردگار میگه یک شب خست در بالای جاگش به سوی من اشک ریخته اراده کرد که توبه میکنم اما خواب به این غلبه کرد و خوابش بود من جمع گناهاشو بخشیدم ببین اینقدر خدای رعوف و رحیم داریم کسی که اراده به سوی گشتن به سوی خدا کنه خداوند گناهاشو میبخشه وای بر حال کسی که پا بلوی گور مونده است حال هوشش در سرش نزده است خدا را طاعت عبادت بندگی نمیکنه در فکر نماز قضاییش نیست در فکر روزه قضاییش نیست در فکر یک شخصی که قرضای در فکر او قرضش نیست وای بر حال او انسان که یک غفلت مر میشوه همه این وظیفه‌اش گذاشته میشه روز قیامت در پیشگاه خدا جواب میگه در این گرمی وقتی شما را بسیار نگیرم این آدمای شما بسیار سست هستند آدمای ما دقیقاً دم بزرگ گور میکنن در اخیر دعا میکنیم پروردگار این مادر رحمت مغفرت کنه بستگان ایره خداوند صبر جمیل بتیه این شب که شب اول شب سخت ای بالای دیوانهای ملایم ای تای کنیسانرای خنک ای تای لمپشگاهای روشن و این خاکدان ملذت تاریک آمده است خداوند این مادری که امروز در خاکدان میگذاریمش در حقش دعا میکنیم که پروردگار رحمت و مغفرت کنه و جایگاه ای جایهای جنت برای این نصیب بگردانه شیخ بود میگه دارای مادر بود که هر روز بعد از نماز خفتن میرفت در پیش مادرش میشیش سخنهای نرم میگفت پایهای مادرم میجقیده پس از اون دعا میگرفت به پیش فرزنداش میرفت یک شب میگه بعد از نماز خفتن رفت که مادرش در خوابه دیدش نشد که مادرش از خوابش بیدار کنه دست به سوی پروردگار برداشت گفت ای پروردگار همچنانه که مادر در حالت طفلیت در حق من رحم کرد در حق من شب بیداری کرد من کسل میشیدم شب تا بگاهی را خواب نمیکرد تا هم در حق این مادری من رحم که همو جینجکای بری روش که دید گفت که این مادری منم جوان بود دین روز دخترک بود این جوانی را به خاطر من به باد داده است ای پروردگار تو در حق این مادری من ترحم کن و دید که کفکای پای مادر پر از خاک هستند همو کفکای پای مادر را بریشش پاکیزه کرد وقتی که پگاهی نماز اومد یک شاگرد خیس ایجاش گفت که ای استاد امشب من تو را در خواب دیدم که در تن لباس جنت داری و داری که تارهای مویت همش پر از در مروارید هستند حضرت شیخ در گریه زد گفت این خوابت حقیقت داره من امشب وقتی که پس از نماز خفتن رفتم مادر ما در خواب یافتم در حق اون دعا کردم همون خاککای تای پوش بریشم تازه کردم انا همون در مروارید انا همون خاک قدوم مادر است خشا به حال کسایی که مادرها را عزت احترام میکنند مادر یک خصوصیت شبین که کسل در بیشتری بیماری وقتی که تو به عیادتش میای درد خودش گم میکنه و ایتم میپسه گولکات چخیلن گولکات سازن بچه جان خودت سادی تن صحت کسل خودش فراموش میکنه و رو به تو میاره و از تو میپرسه
انا همین یک ترحم و شفقت مادر. وای بر حال کسی که همین در رحمت شفقت زیر پا میکنه و پایمال میکنه که الله بزرگ او را نمیبخشه. حضرت رسول اکرم میگه رضا الله رضا الوالدین. کسی بخواد که الله را راضی کنه او فقط پدر و مادر خود راضی کنه. اگر پدر و مادر خود راضی نمیکنی حج کجا میری؟ مسجد کجا میری؟ خیرات صدقات برای چی میکنی؟ وقتی که پدر و مادر از تو ناراضی هستند اینها را خداوند قبول نداره. برای چی؟ الله میگه رضاگی من در رضاگی پدر و مادر شما هست. و همین خاطر بازم خطاب میکنم جوانان را که کسایی که دارای پدر و مادر هستند پدر و مادر را خدمت خوب کنند که این جوانی بسیار. مادرها یک سخن برای شما بگم که این مادرها در نزد خداوند بسیار شرف و عزتی بزرگ دارند. چقدر فرزندای به بار میارن و به دنیا میارن، به هر قدم اینها دست به گریبان میشوند به مرگ که بعد این فرزندها به دنیا میآیند. انا همین مادرم دارای 8 یا 9 فرزند است. 8 9 فرزند به دنیا آورده است، تربیت کرده است، اونها را تعلیم داده است. ولی ای اونها آرزوی زیاد داشت اما آرزوهای این را مرگ در روی آب پاشید، بگم یک نقشی در آب شو کرد. انا به همین خاطر این مادرها که در نزد خداوند قدر فضیلت دارند، ما و شما که دارای پدر و مادر هستیم باید قدر این پدر و مادر را بدونیم که الله بزرگ میگه اطیع الله و اطیع الرسول. شما اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا کنید و بالوالدین احسانا و برای پدر و مادرتون نیکی بکنید. پدر و مادر در حال حیات کسی نیکی کرده باشه انشاءالله که اون اجر پاداش میگیره. وای بر حال کسی که پدر و مادر رنجونده باشه دیگه بعد ای رفتن اون اگر هرچند خیرات صدقات بدی دیگه به درد نمیخوره. که الله بزرگ میگه که من جنت دارم که فقط به نام پدر و مادر که کسی که پدر و مادر رضا کرده باشد داخل اون جنت می شود. در در جنت نوشته شده که برای عقوق والدین جنت حرام است، حتی بوی جنت در مشام عقوق والدین نمی رسه. عقوق والدین شخصایی را میگن که در حال حیات پدر و مادر اذیت کردن، ناراضی کردن، ناخشنود کردن، اونها با آب دیده مردن و برفتن، برای اونها جنت حرام است. به همین خاطر خطاب به سوی جوانان میکنم شخصایی که دارای پدر و مادر هستند اونها 2 تا جنت دارند. در همو جنت ها باید که خدمت کنند. کسی خدمت پدر و مادر خود را میکنه برای خودش در جنت آبادی میکنه. کسی پدر و مادر را میرنجونه در دوزخ برای خود جا انتخاب میکنه. انا به همین خاطر این مادری که امروز در خاکدان میگذاریمش در حقش دعا میکنیم که پروردگار رحمت و مغفرت کنه و جایگاه از جایهای جنت برای این نصیب بگردانه. شیخ بود میگه دارای مادر بود که هر روز بعد از نماز خفتن میرفت در پیش مادرش میشیش سخنهای نرم نرم میگفت، پایهای مادرم میجقیده، پس از اون دعا میگرفت به پیش فرزنداش میره. یک شب میگه بعد از نماز خفتن رفت که مادرش در خوابه، دیدش نشد که مادرش از خوابش بیدار کنه، دست به سوی پروردگار برداشت، گو ای پروردگار همچنانه که مادر در حالت طفلی خدا را طاعت عبادت بندگی نمیکنه، در فکر نماز قضاییش نیست، در فکر روزه قضاییش نیست، در فکر یک شخصی که قرضای در فکر او قرضش نیست، وای بر حال او انسان که یک غفلت مر میشوه همه این وظیفه‌اش گذاشته میشه، روز قیامت در پیشگاه خدا جواب میگه. در این گرمی وقتی شما را بسیار نگیرم این آدمای شما بسیار سست هستند، آدم‌ها دقیقاً دم به در گور میکنن. در اخیر دعا میکنیم پروردگار این مادر رحمت و مغفرت کنه، بستگان ایره خداوند صبر جمیل بتیه. این شب که شب اول شب سخت ای بالای دیوانهای ملایم، ای تای کنیسه‌نرای خنک، ای تای لمپشگاهای روشن و این خاکدان ملذت تاریک آمده است. خداوند اینجا روضه‌ش یکی از ریاض جنت بگردونه و با توفیل سوره ملک تبارک الذی بیده الملک خداوند قبر ایره منور بگردونه و این شخصی که ای خفای قدم رنجه کردن اومدن خداوند همو قراتین نصیب شو کنه، یعنی که ثواب و اجر پاداش شو بده که در این گرم هر یک انسان قدرت نمیکنه به این جلبه. شما را خدا هدایت کرده است، توفیق داده است، به خاطر این مادر اسلامی به اینجا قدم رنجه که خداوند اجر پاداش شو بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداوند تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
ها